تو این 10-15 سالی که وان رو اجرا میکنیم یک معتمد پیدا کردم که هم لیر رو بدونم که اصالت داره، همین که بدونم توش تقلبی نیست، همین که بدونم بالا بچه‌ها لایه کشی نمی‌کنن توی لیر. آقا سعیده. آقا سعید شما وقتی اومدی تو ترمینال هم میتونی بیای نوشیدنی گرم ازش بگیری، هم میتونی لیر پول تو چنج بکنی و لیر ازش بگیری با خیال راحت. حالا میریم یه دو کلمه هم با آقا سعید صحبت بکنیم، بیشتر باهاش آشنا بشی. آقا سعید سلام. سلام سلام. وقت بخیر. قربانت مرسی. خوبی؟ آقا سعید چند سال اینجا این؟ 15 سال. دقیقاً 15 ساله. فکر کنم از مشتری اولیه‌اش بودم. آقا سعید اینجا هم نوشیدنی گرم داره، قهوه، کاپوچینو، نسکافه و اینجور چیزا داره، هم لیرتون رو به قیمت مناسب و به روز و مطمئن ازش میگیرید. سعی کنید هر وقت اومدید ترمینال خوی یه سر بهش بزنید، مقایسه بکنید حتی.